بیا با یه سناریوی کاملا باور نکردنی شروع کنیم. فرض کن سال 1965 دولت آمریکا مخفیانه 12 تا از پرسنل نظامیش رو سوار یه سفینه فضایی بیگانه میکنه و میفرستدشون به یه سیاره‌ای که 40 سال نوری با ما فاصله داره. مأموریتشون هم اینه که برای یه دهه اونجا زندگی کنن. این خلاصه داستانیه که امروز میخوایم با هم عمیقاً بررسیش کنیم. منبع اصلیمون برای این ماجرا کتابی از لن کستن به اسم سفر مخفی به سیاره سرپو. این کتاب بر اساس یه سری ایمیل و اسناد لو رفته از کسی نوشته شده که ادعا میکنه یه کارمند بازنشسته و رده بالای دولتیه. هدفمون اینه که جزئیات این ادعاهای فوق‌العاده رو بکشیم بیرون و ببینیم این روایت باور نکردنی ما رو به کجا میرسونه. و برای اینکه شما هم بدونید با چه چیزی طرف هستیم باید بگم کل این ماجرا سال 2005 با ایمیل های یه نفر با اسم مستعار ناشناس شروع شد. این ایمیل ها برای یه گروه ایمیلی علاقمند به یوفوها فرستاده می شد. این شخص ادعا می کرد که کارمند بازنشسته آژانس اطلاعات دفاعی یا همون DIA هست. کل این داستان روی 3 تا پایه اصلی بنا شده. اول، یه برنامه فوق سری به اسم پروژه کریستال نایت. آها. دوم، یه سیاره به اسم سرپو توی منظومه ستاره‌ای زتا رتیکولی. و سوم، یه سند محرمانه به اسم کتاب قرمز که میگن تاریخچه کامل تحقیقات دولت آمریکا درباره موجودات فرازمینیه. خب پس بیا از خود این افشاگر شروع کنیم. این آقای ناشناس کی بوده و چی میگفته که اینقدر جدی گرفته شده؟ معمولاً اینجور ادعا زیاده. نکته همینجاست. این شخص از نوامبر 2005 شروع کرد به فرستادن ایمیل هایی که به شکل عجیبی پر از جزئیات بود. جزئیات فنی، لوجستیکی، حتی انسانی. مثلا چه جور جزئیاتی؟ مثلا از وزن دقیق تجهیزاتی که فرستاده بودن گرفته تا مشکلات روحی اعضای تیم. جزئیات اونقدر دقیق و به هم پیوسته بود که اعضای اون گروه ایمیلی قانع شدن که اینها نمیتونه ساختگی باشه و یه وبسایت به اسم serpo.org راه انداختن تا همه این اطلاعات رو آرشیو کنن. پس جزئیات زیاد کلید ماجرا بوده. جزئیات زیاد و یک منبع داخلی قدرتمند. چیزی که به ادعاهای اون ناشناس اعتبار میداد، ارجاع مداومش به همون کتاب قرمز بود. اون ادعا میکرد که این کتاب یک گزارش جامع و طبقه بندی شده از تمام تعاملات دولت آمریکا با فرازمینی‌ها از سال 1947، یعنی از ماجرای رازول به بعده. در واقع میگفت من اینا رو از خودم در نمیارم، دارم از روی سند رسمی دراتون میگم. این ادعای جورایی هسته اصلی اعتبارسنجی درونی کل داستانه. خب تا اینجای کار داستان شبیه خیلی از روایت‌های دیگه است. یه افشاگر، یه سند محرمانه. اما انگیزه‌ای که کتاب برای این مأموریت مطرح میکنه، مسیر داستان رو کاملا عوض میکنه. بحث فقط سر کنجکاوی علمی و اکتشافات فضایی نیست، درسته؟ اصلاً نیست. اتفاقاً اینجا جاییه که داستان از یه روایت علمی تخیلی تبدیل به یه تریلر ژئوپلیتیک میشه. کتاب ادعا میکنه انگیزه اصلی دولت آمریکا برای این برنامه تبادل نه کنجکاوی بلکه ترس بوده. یه ترس عمیق و واقعی. ترس؟ ترس از چی؟ از خود فرازمینی‌ها؟ نه، ترس از نازی‌ها. صبر کن ببینم. نازی‌ها؟ یعنی میگی انگیزه اصلی این برنامه تبادل بین سیاره‌ای ترس از نازی‌ها بوده؟ اونم 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم؟ این خودش به اندازه داستان فضایی‌ها عجیب و غریبه. دقیقاً همین نکته است که این داستان را از بقیه روایات‌های یوفو جدا می‌کنه. بر اساس این منبع، مهندس‌های آلمان نازی از دهه 1930 روی دیسک‌های پرنده با نیروی محرکه ضد جاذبه کار می‌کردند. که این خودش یه بحث دیگه است. آره، و ادعا میشه که این فناوری رو از طریق ارتباط با موجوداتی به اسم رپتلین ها به دست آورده بودن. داستان میگه که نازی‌ها بعد از جنگ فرار نکردن و تسلیم نشدن، بلکه یه پایگاه مخفی عظیم به اسم نوی شوابنلند در قطب جنوب ساختن و به توسعه این تکنولوژی ادامه دادن. دولت آمریکا به شدت نگران بود که یه روزی با یه حمله غافلگیرنده از طرف این پایگاه نازی در قطب جنوب روبرو بشه.
پس دولت آمریکا با یک تهدید غیرمنتظره از قطب جنوب و یک پیشنهاد باور نکردنی از فضا روبرو بود. منطقاً انتخاب ساده به نظر میاد. دقیقاً. و این انتخاب منجر به یکی از محرمانه ترین و جسورتمندانه ترین برنامه‌های تاریخ بشر شد، پروژه کریستال نایت. وقتی موجودات فرازمینی دوستانه‌ای به اسم ابنها از منظومه زتارتیکولی یه برنامه تبادل دیپلماتیک پیشنهاد دادن که شامل انتقال فناوری هم میشد، دولت آمریکا این فرصت رو دو دستی چسبید. این یه حرکت استراتژیک برای مقابله با اون تهدید احتمالی بود. و حالا میرسیم به خود مأموریت. انتخاب 12 نفر برای فرستادن به یه دنیای دیگه. این پروسه چطور انجام شده؟ چه جور آدمایی رو انتخاب کردن؟ انتخاب این تیم خودش یه داستانه. معیارها فوق‌العاده سختگیرانه بود. همه باید نظامی می بودن، مجرد، بدون فرزند و با سابقه خدمتی طولانی و درخشان. ایده این بود که این افراد چیزی برای از دست دادن روی زمین نداشته باشن و تمام وفاداریشون به مأموریت باشه. آها، یعنی کاملا متعهد باشن. دقیقاً. هویت هر 12 نفر به طور کامل از تمام سوابق دولتی پاک شد. این فرایند در سازمان‌های اطلاعاتی به گوسفندشویی یا شیپ دیپت معروفه. یعنی رسما این افراد دیگه وجود خارجی نداشتن و توی پرونده هاشون به عنوان مفقود شده در حین خدمت ثبت شدن. یعنی خانواده‌هاشون هیچ وقت نفهمیدن چه اتفاقی براشون افتاده. این خیلی بیرحمانه است. آموزشاشون چطور بود؟ آموزش‌ها در کمپ پیری انجام شد که مرکز آموزشی سیاس و به مزرعه معروفه. اونجا برای هر سناریوی قابل تصوری آماده شدن. اما سخت‌ترین آزمونشون یه تست روانی وحشتناک بود. هر کدوم از اعضای تیم رو به مدت 5 روز توی یه جعبه کوچیک در عمق 2 متری زیر زمین حبس کردن. 5 روز؟ برای چی؟ تا می‌بینن آیا از نظر روانی فرو می‌پاشند یا نه. باید مطمئن می‌شدن که این افراد میتونن انزوای مطلق و شرایط غیرقابل پیش‌بینی رو تحمل کنن. باور نکردنیه. خب، روز موعود کی و کجا بود؟ تبادل چطور انجام شد؟ تبادل نهایی در ژولای 1965 در سایت آزمایش هسته‌ای نوادا، یه منطقه دورافتاده و به شدت حفاظت شده انجام شد. تیم 12 نفره به همراه 45 تن تجهیزات سوار سفینه ابنها شدن. نکته جالب اینه که توی اون 45 تن تجهیزات چیزای غیرمنتظره‌ای هم بود. مثلا 3 تا جیپ نظامی و یه آرشیو کامل از موزیک‌های موزارت و بیتلز. صبر کن. جیپ و بیتلز؟ برای چی باید اینها رو با خودشون به یه سیاره دیگه ببرن؟ کتاب میگه جیپ‌ها برای شناسایی و حمل و نقل روی سطح سیاره بودن و موسیقی هم به عنوان یه هدیه فرهنگی و هم برای حفظ روحیه خود تیم. در مقابل، یه سفیر از ابنها هم روی زمین باقی موند تا هم به عنوان مهمان و هم به نوعی به عنوان تضمین به دانشمندان ما کمک کنه. خب، سفر شروع میشه. 40 سال نوری راهه. این سفر چقدر طول کشید و چطور بود؟ اینجا یکی دیگه از جنبه‌های شگفت‌انگیز ماجراست. پیمودن این فاصله 40 سال نوری فقط 10 ماه طول کشید. فقط 10 ماه؟ چطور ممکنه؟ این یعنی سفر با سرعتی بسیار فراتر از نور. فرمانده تیم توی دفترچه خاطراتش که بخشایش توی کتاب اومده نوشته که انگار از داخل یه چیزی شبیه موج زمان عبور کردن. یه تونل فضایی که فضا زمان رو خم می‌کرده. البته این سفر بدون هزینه هم نبود. کل تیم در طول این 10 ماه دچار سرگیجه، عدم تطابق زمانی و حالت تهوع شدید بودن. و تو جایی که یادمه همه سالم به مقصد نرسیدن. درسته. متاسفانه یکی از اعضای تیم با کد شناسایی 308 در مسیر به خاطر آمبولی ریه فوت کرد. این اولین تلفات مأموریت بود و ضربه روحی بزرگی به بقیه تیم وارد کرد. اونم قبل از اینکه حتی پاشون به سیاره سرپو برسه. واقعا تکان دهنده است. یعنی اولین تلفات این مأموریت حتی قبل از رسیدن به مقصد اتفاق افتاد. این باید ضربه روحی بزرگی برای بقیه تیم بوده باشه. خب وقتی رسیدن با چی روبرو شدن؟ قطعاً و اوضاع وقتی رسیدن بهترم نشد. اولین چیزی که دیدن 2 تا خورشید توی آسمون بود.
سیاره سرپوی سیاره بایر بسیار گرم و با سطح تشعاعات بالاتر از زمین بود. فرمانده تیم توی خاطراتش می‌نویسه که همون لحظه فهمیدن که دیگه توی خونه نیستن و شرایط بقا قراره خیلی سخت باشه. اون یه جمله معروف داره که میگه عجب سیاره‌ای. باور کردنش سخت است که باید 10 سال اینجا زندگی کنیم. سازگار شدن با این شرایط جدید بزرگترین چالش اولیه تیم بود. 13 سال زمان خیلی زیادیه، چون مأموریت از 10 سال به 13 سال تمدید شد. این تیم چطور با زندگی روزمره کنار اومد؟ مثلا با اون نور دائمی 2 تا خورشید یا اینکه هر روزشون 43 ساعت بوده. اینها باید از نظر روانی آدمو نابود کنه. دفترچه خاطرات فرمانده تیم پر از این جزئیاته. اوایل دچار بیخوابی و افسردگی شدید بودن. ساعت بیولوژیکی بدنشون کاملاً به هم ریخته بود. ابنها هیچ مفهومی از شب و روز مثل ما نداشتن. برای همین تیم مجبور شد یک برنامه زمانی مصنوعی برای خودش درست کنه تا بتونه بخوابه و کار کنه. اونها یه منطقه مسکونی زیرزمینی برای خودشون ساختن تا از تشعشعات و گرمای دائمی در امان باشن. این خودش یکی از بزرگترین چالشاشون بود، حتی بزرگتر از تشعشعات بالای سیاره. و خود جامعه ابنها چطور بود؟ آیا اونها واقعاً اونقدر که به نظر میرسید دوستانه بودن؟ ابنها جامعه بسیار ساختار یافته و تقریباً بدون فردیت داشتن. همه چیز به صورت جمعی اداره میشد. اونها توسط یه شورا حکومت میکردن، مفهومی به اسم پول نداشتن و یه ارتش داشتن که بیشتر نقش نیروی پلیس رو ایفا میکرد. پس یه جورایی آرمان شهر منظم و شاید کمی ترسناک. آره، با وجود اینکه ساختار جامعهشون یه جورایی یادآور جامعه 1984 جورج اورول بود، اما هیچ جرمی اونجا دیده نمیشد. همه طبق یه برنامه از پیش تعیین شده زندگی میکردن. اونها موجودی برتر مرتبط با کیهان رو میپرستیدن و در گذشته یه جنگ بزرگ و ویرانگر رو با سلاح‌های پرتوی ذره‌ای پشت سر گذاشته بودن که باعث شده بود به این جامعه منظم و بدون درگیری برسن. خب آیا هیچ وقت درگیری یا سوء تفاهمی بین تیم انسانی و ابنها پیش نیومد؟ چرا یه مورد خیلی جدی هم پیش اومد که توی کتاب به عنوان یکی از تکان دهنده ترین بخشا توصیف شده. ماجرا سر جسد اون عضو تیم بود که در مسیر فوت کرده بود. ابنها جسد رو برای تحقیقات بیولوژیکی و آزمایش‌های شبیه‌سازی برداشته بودند. وقتی فرمانده تیم متوجه این موضوع شد، به شدت عصبانی شد و خواهان بازگرداندن جسد شد تا اون رو دفن کنن. خب واکنش ابنا چی بود؟ حتما تعجب کردند. دقیقاً. ابونا اصلا نمیفهمیدن مشکل چیه. از نظر اونها بدن فقط یه محفظه بود و بعد از مرگ دیگه ارزشی نداشت. اونا مفهوم احترام به مردگان به شکل انسانی رو درک نمی‌کردن. این ماجرا منجر به یه تقابل خیلی پرتنش شد. فرمانده تیم حتی ابونا رو تهدید به استفاده از سلاح کرد. این لحظه‌ای بود که شکاف‌های عمیق فرهنگی و اخلاقی بین دو تمدن خودش رو نشون داد و به تیم انسانی یادآوری کرد که با وجود ظاهر دوستداره، اونها با موجوداتی با طرز فکر کاملاً بیگانه طرف هستن. در نهایت ابنها جسد رو پس دادن. چه داستان پرتنشی. خب بعد از 13 سال زمان بازگشت فرا رسید. قرار بود 10 سال بمونن، اما 3 سال بیشتر شد. چرا؟ و آیا همه برگشتن؟ تمدید مأموریت به دلیل مشکلات فنی در برقراری ارتباط با زمین بود. اما بخش عجیب‌تر بازگشت تیمه. از اون 11 نفری که زنده به سرپا رسیده بودن، همه برنگشتن. در طول اون 13 سال، 2 نفر دیگه از اعضای تیم به دلایل مختلف فوت کردن. پس 9 نفر باقی موندن. نه، فقط 7 نفر برگشتن. چون 2 نفر از اعضای تیم داوطلبانه تصمیم گرفتن که برای همیشه در سرپو بمونن. چی؟ 2 نفر تصمیم گرفتن اونجا بمونن؟ بعد از 13 سال سختی و از دست دادن دوستاشون انتخاب کردن که دیگه به زمین بر نگردن؟ این بخش از داستان برای من از همه عجیب تره. کتاب توضیح میده که چه چیزی در فرهنگ ابنها اونها رو تا این حد جذب کرده بود؟ این یکی از رازآلودترین بخشای ماجراست. بر اساس منبع، اون 2 نفر به قدری با سادگی، نظم و معنویت جامعه ابنها ارتباط برقرار کرده بودن که دیگه نمیخواستن به دنیای پر از هرج و مرج و درگیری زمین برگردن.
اونها به گفته منبع عاشق فرهنگ ابنها شده بودن. بنابراین در سال 1978 فقط 7 نفر به زمین بازگشتن. سرنوشت اون 7 نفر چی شد؟ اونها بعد از بازگشت تا سال 1984 در انزوا و قرنطینه کامل نگه داشته شدند. یک تیم کامل از دانشمندان و روانشناسان تمام خاطرات و اطلاعاتشون رو تخلیه کردند که نتیجه شد همون گزارش 3000 صفحه معروف. متاسفانه هیچ کدوم از اونها عمر طولانی نکردند. به خاطر سالها قرار گرفتن در معرض تشعشعات 2 خورشید سرپو، همشون دچار سرطانهای مختلف شدن. گفته میشه آخرین عضو بازمانده تیم در سال 2002 درگذشته. خب، با تمام اینها، این داستان شگفت‌انگیز چه معنایی برای ما داره؟ ما از دیسکای پرنده نازی‌ها در قطب جنوب شروع کردیم و به یه مأموریت 13 ساله در سیاره‌ای با 2 خورشید رسیدیم. داستانی که تماماً بر اساس اسناد لورفته شکل گرفته و جزئیات فوق‌العاده‌ای داره. چیزی که این داستان رو مهم میکنه اینه که تلاش میکنه خیلی از روایت‌های معروف در دنیای یوفوها رو مثل قطعات پازل به هم وصل کنه. از حادثه رازول در سال 1947 که میگه سفینه ابنها اونجا سقوط کرد، گرفته تا فناوری مخفی نازی‌ها و داستان تبادلات بین سیاره‌ای. حتی کتاب ادعا میکنه که فیلم معروف برخورد نزدیک از نوع سوم استیون اسپیلبرگ در واقع بر اساس همین مأموریت ساخته شده. عجب. و بخشی از یه برنامه آشناسازی عمومی بوده تا ذهن مردم رو برای افشاگاری‌های آینده آماده کنه. در واقع این کتاب فقط یه داستان فضایی نیست، بلکه داره یه تاریخ مخفی و درهم تنیده رو به شما ارائه میده. یه تاریخ جایگزین کامل برای تمام اتفاقات مهم قرن 20. دقیقاً. و این ما رو به آخرین نکته میرسونه. توی این منبع ادعا شده که ابنها یه دستگاه فوق پیشرفته به اسم کتاب زرد رو در اختیار انسانها قرار دادن. این دستگاه یه جور بایگانی و هولوگرافیک از تاریخ کامل کیهانه که هیچ آغاز و پایانی نداره. یه تاریخچه کامل از همه چیز. و این من رو به یه فکر نهایی برای تو که داری گوش میدی میرسونه. اگه همچین چیزی واقعاً وجود داشت، یه شیء که تاریخ کامل و بدون سانسور همه چیز رو توی خودش داشت، اولین سوالی که شما دوست داشتید درباره گذشته خودمون، درباره تاریخ بشریت ازش بپرسید چی بود؟